فصل پنجم ملات ها. این فصل هم بسیار مهم. الان تا حالا چی داشتیم؟ چه فصلهای خیلی برامون مهم بود تا اینجایی که اومدیم؟ یکی فصل دوم که فراورده های سیمانی بود و انواع سیمان و اینها رو صحبت میکرد. الان توی ملات ها این بچه ها، ملات ها هم فصل به شدت مهمیه و بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته. من بودجه بندی اینا رو که نگاه میکردم، از سیمان هیدرولیکی هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته. مثلا توی فصلی که الان کار کردیم، آهک باز اهمیتش نصف سیمان هستش، گچ خیلی اهمیت آنچنانی نداشت، ولی ملات ها خیلی مهم هستن. خب بریم ملات ها رو ببینیم چی داریم. اگر خسته شدید یه فیلم رو نگه دارید، یه استراحتی بکنید، چون احتمالاً یه نیم ساعت دیگه ای فکر میکنم ما کار داشته باشیم، حداقل نیم ساعت 40 دقیقه دیگه کار داشته باشیم که بعد توی ویدیوهای بعدی بعد دیگه استراحتی بریم که سوالاتش رو حل کنیم، هم براتون مرور بشه، هم این که بیافتید توی فاز سوال و جواب و چالش هایی که تا حالا داشتیم و با نوع سوالات هم آشنا بشید. خب دوستان، بحث ملات های ساختمانی که میگه از اختلاط جسم چسباننده به اضافه یه جسم پرکننده به دست میاد که جسم چسباننده مثل خمیر سیمانه و پرکننده مثل سنگدانه است. میاد دسته‌بندی میکنه از نظر گیرش و سخت شدن به دو دسته ملات‌های هوایی و ملات‌های آبی. میگه این نوع ملات به طور فیزیکی در هوا خشک میشن و آب آزادشون تبخیر میشه، مثل ملات گل و کاهگل رو میاد دسته بندی میکنه توی ملات‌های هوایی، و توی ملات‌های آبی میگه در آب یا هوا به طور شیمیایی میگیرن. خب پس این به طور فیزیکیه، یا در واقع آب هم میگه آب آزادشون تبخیر میشه و اینجا میگه به طور شیمیایی. فرقشون اینه، مثل ملات‌های سیمانی و گل آهک. خب ملات‌های ساختمانی از نظر مواد چسباننده به 18 دسته تقسیمشون میکنه. پس ما 18 دسته ملات داریم از نظر مواد چسباننده که میخوایم بیایم این 18 تا رو بررسی کنیم، خصوصیاتشون رو ببینیم چی هست و چه جاهایی رو نیاز داریم که بیایم و هایلایت بکنیم برای آزمون نظارت و اجرا. پس میریم شروع میکنیم. اولین ملاتمون ملات گل و کاهگل هستش. ببینیم چه موارد داره ملات گل و کاهگل. بیشتر کاربردشه که میگه در زیرسازی اندود گچی و آبندی بام ها به کار میره، و بحث ملات آهک، خاک رس و سنگدانه که اسمش رو میذاره شفته آهکی، از مخلوط کردن اینها به دست میاد و برای جلوگیری از نشت کردن کاربردهاش اینجاست. برای جلوگیری از نشت کردن آب و پایدار کردن زمین برای بارگذاری بیشتر استفاده میشه. و اما ملات ساروج که مخلوط کردن آهک شکفته و خاکستر چوب، ماسه بادی، خاک رس و گل جگن یا لویی تولید میشه و در گذشته به عنوان ملات پایدار در برابر آب استفاده میشده. آب و رطوبت برای آب بندی کردن استفاده. این ترکیبش هم مهمه. ملات ساروج که از چه چیزهایی ساخته میشه. ملات ها و خمیرهای گچی دسته چهارم ملات های ما هستن که در مورد اینها میگه از پاشیدن تدریجی گرد گچ ساختمانی در آب و به هم زدن خمیر گچ ساخته میشه. خمیر گچ، ملات های گچ، گچ ماسه و گچ پرلیت در این گروه قرار دارن. گچ و پرلیت هم در این گروه قرار داره در ملات های خمیرهای گچی. ماده چسبانندهش ملات ها دوغاب گچه و ملات های گچی زودگیر هستند که باید به سرعت مصرف بشن و اینها. اگه من میبینید که تو میخوام برای که این قسمت هایی که مهمن رو فقط براتون اوکی بکنم،
موارد برای اندود زودگیر مانند اندود آستر صفحه‌های کاذب از ملات گچ استفاده میشه و ملات گچ خاک که گچ و خاک رس هستش. نسبت خاک رس به گچ از 2:1 تا 1:1 متغیر. این نکات مهمیه که در هر ملاتی داره و برای آستر و اندودکاری داخل ساختمان کاربرد داره. ملات گچ و ماسه ببینیم چه مشخصاتی داره. میگه مخلوط اختلاط گچ و ماسه ریزدانه میشه به جای ملات از آن میتوان به جای ملات گچ و خاک برای زیرسازی اندودها در نقاطی که ماسه‌وادی یا ساحلی یا رودخانه ریزدانه فراوانه استفاده کرد. اما ملات گچ و آهک دسته هفتم ما هستش که افزودن 2 قسمت آهک شکفته، 1 قسمت وزنی گچ در مناطق مرطوب از ملات گچ و آهک برای اندود کردن استفاده میشه. برای اندود کردن. خب ملات گچ و پرلیت جاذب صوتی مناسب هستش. ببینید مثلا یک کدوم ملات در مورد جاذب صوتی مؤثر هستش برای جذب صوت یا برای عایق حرارتی. کدوم ملات مثلا اوکی تر هستش که این ملات گچ و پرلیت هستش. این اندود خطر گسترش آتش رو کاهش میده. پس 3 تا چیز دارن، 3 تا کاربرد داره که یکی جاذب صوت، عایق حرارتیه و گسترش آتش رو جلوش رو میگیره.